السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد و جان، علیکم السلام و رحمت الله. سوال من همین بود که در وقت بیشتر چند سال پیش در وقت استودنتی نزد همون دانشگاه ها ما هم در شهرهای روسیه یک استالوای بود، همونجا مثلا میرفتم و کارتوشکا میخوردم، مثلا هر چیزش بود کارتوشکا فری میگرفتم یا گان سالاد میخوردیم. همین سوال همین که مثلا در جاهایی که مثلا آشخانه که حلال نیستن و باورینا کم نیستن اگر درجه حلال باشن، خیلی چیزایی که مثلا گوشتی نباشد، محصولاتی که بی گوشت است خوردن ممکن است نه؟ خواهرم شاید یا در یک روغن پزند، علل خصوص اگر کارتوشکا بریون باشد نخوره در آنجا. شاید در یک، من تو جایی که از بعضی آشخانه ها شخصا به چشمم دیدگی هستم، در روغنی که در اون کلبسه میپزند در همونجا کارتوشکا هم بریون میکنن هیچ جدا نکرده و در همون یک دیگ یک طبق پر از شبهه است، اصلا نخورید. چند سال پیش بود اکنونش گذشته باشد دیگر چی گفته نمیشود، گذشته باشد دیگر فقط توبه. ما حاضر مسئله خوردن خواهرا روزه میداریم، از پگاه روز تا بگاهی گرسنه میتوانیم بیستیم، تشنه بیستیم. وقتی که خیلی در کوچه ها گرسنه موندید و گفتید نه یگان چیز میخورم شبهه هست، به یاد روزه داری بیاورید، همین یعنی به شبهه نزدیکی نکنید.